سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیراگ با نام کوخه با تворог عجایب با لذت را تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 300 گرم آرد، 200 گرم مارگارین یا که مسله، 100 گرم شکر، 4 قاشق کاکائو برای خمیرش. برای داخلی پیراگمان 500 گرم تворог، 100 گرم شکر، 2 دانه تخم و وانیلین. برای خمیرمان 10 گرم رزرخلی تیل. ما در اول آرد، شکر، کاکائو و 200 گرم روغن مسکی خنک همراه میکنیم. شما میتوانید از تیارکه هم گذرانید. ما همه آن را محصولاتمان را ریزانک میکنیم. من ریزانک های ما هم این گونه شد و اکنون رزرخلی تیل را همراه کرده باز آمیخته میکنیم. ریزانک های ما هم تیار شد و اکنون ما تворог را تیار میکنیم. ما در اول تворог، شکر، 2 تا تخم و وانیلین را همراه کرده آمیخته میکنیم. ما تخم، شکر و تворог را خوب آمیخته کردیم و اکنون ریزانکمان را به قالب میگیریم. من الکی قالبمان را پرگامنتنی بومگا کردم و اکنون ریزانکا را به قالب میاندازم. ما یکم قسمی خمیرمان را به قالب گرفتیم. اکنون تворог را میاندازیم. ما تворогمان را با یک شکل به قالب گرفتیم. اکنون دوم قسمی خمیرمان را به بالای تворог میپوشیم. ما اکنون دوم قسمی خمیرمان را هم به قالب گرفتیم و اکنون در مدت 20-25 دقیقه در حرارت 180-200 درجه میپزیم. چگونه میبینید پیراگ ما هم با پدیام خوشرو تیار شد و اکنون ما آن را از قالب گرفته ریزه کرده. میبینیم درون پیراگ ما چگونه تیار شده است. برای باز هم زیباتر شدن پیراگمان کمتر ساخرنی پودره میچاشیم. اگر شما پیراگ را گرم ریزه کردن خواهید کمتر کارد را تر کرده ریزه کنید. بسیار خوب ریزه میشه. میبینید پیراگ ما هم زیبا ملایم تیار شده است. حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.